با نام الله بخشاینده و مهربان. در غزه یخدان خیلی زیاد است. جایی که شهیدان خوابند، آن یخدان ها بوی خوش می کنند. این معجزه است. در حیاتم اولین بار می بینم که از مردگان بسیار بوی خوش می آید. هر یک مرده غزه خوشبوی مثل مشک عنبر است. این است غالبیت حقیقی. این گونه نوارها دلها را ریش ریش می کند. ایستاد کردن از دیدن عذاب دردناک مادران و کودکان و پدران از جگربند محروم ماندگان تنها دلهای سنگین را نمی شکنند. به یک چند آیت های قرآن کریم نظر می کنیم و سوال: ما از کدام این گروهیم؟ آیا شیطان به دامش در آورد و از پی نفس با یهودی لعنت شده هستیم؟ چشمها را باز کنید تا از کار و کران نگردید. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. با الله سوگند چنان که به این امت پیامبر فرستاده ایم، برای مردمی هم که پیش از تو بودند پیامبران فرستاده ایم و شیطان عملهای بدشان را در چشمشان بیاراست. پس امروز شیطان دوست و یار آنها است و برای آنها در آخرت عذابی درد دهنده است. سوره نحل آیت 63. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. و مپندار ای رسول که الله از کردار ستمکارانی که تو را و دیگر پیامبران را دروغ میبرارند و مؤمنان را اذیت میدهند غافل است. عذابشان را تا آن روز که چشمها در آن خیره میمانند به تأخیر میگذارد. سوره ابراهیم آیت 42. این نوبت هم میگذرد. شهیدان تشنه شهادت بودند و گرفتند، اما تو امروز مقامت را معین کردی. به طرفی آن طرفی یا حق را یافتی. على العرب وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى بيحكوا فينا وبيسووا لنا شيء وعلى العرب يا شباب يا عرب اطلعوا لنا يا عرب. انا واحدة من المسؤول في الرئيس يطلع لنا بنت عربي هنا بنت عربي هنا بنت عرب وعلى العرب قول له على العرب بتاخد عنها. حسبي الله ونعم الوكيل هكون عربي بتدخل. حسبي الله اخت شهيد وما ادريش عنها وانا العرب وانا العرب كلهم